سلام واجد علیکم قبول کنیم آماده باش. بله سلام علیکم بفرمایید. برادر. علیکم السلام و رحمت الله. با عرض سلام به اهل تالار و شما. بسیار تشکر زیاد برای برنامه، بهترین برنامه برای دستگیری برای خلق دلسوزی کردن و برای دعای خلق شنیدن، برای از داد همین ملت شنیدنتون تشکر زیاد. رحمت به شما. ما همین یک پیشنهاد شما داشتین برای سال نو جشن گرفتن. ما همین یک پیشنهاد به شما دارم که همین پیشنهاد کنین که همین سال نو سال بیداری ملی، یک دیگر فهمی ملی، همین سال همین چه همچون همین سال همین روز سال نو همچون بیداری ملت، بیداری همین خلق جشن بگیرن. همین چیزا بهترین. من همین گپا گفتم که ما همین هر قدمش ببرن چیزی میگن همین سالی نو در همین دوشنبه در پیش همین چی میگم میدان سومونی همه جای تاجیکستان بیاید جشنش بگیره. همه کسا ای تمام جا بیاید. کرونا ویروس نه، همه دوشنبه بیاید همین سالی نو. امیر شما برادر، امیر شما یا التماس همین اعلان کنین روزی یک دیگر فهمی. تا گفتی گپا تکفیری برآمدن حکم با کفرم کاگه نمیبینی مردم یک دیگر دوشنبه بیاید سالی نو جشن گرفتن در کرای در پیش نو هیکل سومونی است اومدن در کرای اونجا رحمان باید ببره پیش ملت ممکن پول تقسیم کنه با مردم بیاید همه دوشنبه در کرای جشنش گرفتن در کرای سالی نو بیاید امیر نه همچون سالی نو نگی همچون سالی بیداری ملت، یک دیگر فهمی ملت. سالی نو گفته انده پیشواز بگیرن توکلش به خدا. مایلی همو که سالی نو بگن نه اینسان نگذارونه. بله مایلی با زبان سالی نو بگن نه که در دل همچون بیداری ملت همچون همین که در آینده چی نگن گفتم گیرن همین مردم ترسون چی که همین چیزه بگویش بوار که قبول های بچه بگم سالی نو بیاد شنبه بیاد جشنش بگیردم پیشی بابا باقی رحمان خودش میشوه سینگورش کش ازاده بعد برادر یک میموند از رحمان رو میبرمود از شکمش میخواد گردش $5 تقسیم میکرد بیاد شنبه بیاد بچه کن. یک برادر دیگه بسیار تکلیف کرد، گفت که همین شما لیدر میخواین این لیدر محمد اقبال به خاطر آن که همین نام محمد داری همین اقبال شه پروردگار به خودت بده همین ملت ایمی خاری و زوری همین بیرون کنه. ما در خدمت شما ما داریم در همین دعای همین ملتیم، در همین دعای شماییم که همین خداوند دعا کنید در حقمون خداوند پیروزمون بگردانه و در خدمت شمامون بگردانه. خداوند نگهبان اگر خیانت به این ملت داشته باشیم جانمون همون لحظه بگیره الله. اگر خیانت به این ملت نیت داشته باشیم و فکر فریب دروغ به این ملت مردم داشته باشیم ای الله جانمون همون لحظه بگی تو یک دقیقه نتونیم یگان کاری انجام بدیم. پروردگار به همه میکنیم که خداوند آنچه که ما میکنیم به خاطر این وطن، این ملت، این دین ما کار دیگر جز این نداریم. ما دیدیم نمونه های بدتر چون رحمان و چون دیگر نمرود منیشاره. ما دیگر میخوایم این داد و صدای این مادر این ملت نبرویه. ما نمیخوایم دیگر کار جز خدمت کردن به این ملت. اگر ما خدمت کرده بتونیم ما را موفق بکن. اگر ما به ضرر این ملت کار کردنی هستیم خداوند جان ما را بگیره، اصلا ما را به مقصد نرسونه. این دعای همیشگی ما است. پروردگار به هر نیتی نکی که شما دارین پروردگار موفقتون بگردون. آمین. الله اکبر.